سلام كمسك الختام. پدر جان بیمار چتا نماز میگذارد؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان. فرزندم، در دین مبین اسلام مشکلی نیست. آفریدگار امکان و توانایی آفریده خود را به اعتبار گرفته چنین عبادت را حکم نموده است که آن برای هر یک انسان دسترس بوده می تواند سری وقت نمازهایش را خواند. اگر شخص به سبب بیماری راست ایستادن نتواند، باید نمازهایش را در حالت نشسته ادا نماید. اگر بیمار نشسته نتواند، در این صورت نماز را به پهلو دراز کشیده رکوع و سجده را با حرکت سر انجام می دهد. اگر این هم غیر امکان باشد، در این حال حرکت های نماز یعنی رکوع و سجده را با اشاره چشم به جا می آورد. اگر امکان خم نمودن تن نباشد، پس رکوع و سجده را با خم نمودن سر انجام می دهد. با چنین طرز به جا آوردن رکنها را ایما و اشاره می نامند. فرزندم، اگر بیمار حتی امکان اشاره چشم هم نداشته باشد، آنگاه نماز را بدیل می گذارد و یا آن را چون قرض برای وقت دیگر می ماند. برابر شفا یافتن آن را ادا می نماید. فهمو پدر جان، رحمت. این بود پایان درس امروزه. نوار را به یار و دوستانتان بفرستید تا کمی باشد هم از دین خود آگاه شوند. و سلام به آن کسانی که راه هدایت را پیش گرفتند.